کاکا این نخ نازکی میبینی ما تو کارگاه اونا تبدیلش میکنیم به این تناب. این تناب هم نازکای تنابمونه. ورودی کارگاه ما نخهای هم از شرکت‌های داخلی اکثرا تهیه میکنه که اگر تنابی بخوایم خیلی خاص بزنیم بره کارهای نظامی از نخهای خارجی استفاده میکنه. نخها که میاد تو قفس‌های مختلف چیده میشه بره کارهای مختلف. حالا بستگی به چه تنابی بخوایم بزنیم نخها را چیده ما میکنیم. این دستگاه داریم لاگیری نخها انجام میده. مثلا 20 تا نخها به هم میتابونه. بعد از این ماسوره پر میشه میاد روی قسمت این دستگاه. این دستگاه بافتمونه. خب ماسوره پر شده میره روی دستگاه قرار میگیره. این دستگاه رو میگن بافت گیس بافت. متنوع هم دستگاه 16 تایی داره، 12 تایی داره، 32 تایی داره. حالا تنابای دریاییه بیشتر هم سمت خشم و جنوب کشور، بندر عباس، مینا، بندر لنگه اینا استفاده میشه. پایین تورای ماهیگیری قرار میگیره به خاطری که سنگینه، عالی، درجه 1 از نظر کیفیت. قسمت بعدی تو کارگاه ما دستگاه گیس بافه که تنابای ورزشی رو میزنه. تناب ورزشی همونم که حالا اسمش میشه بتر روب، یعنی تنابای باشگاهی تو سایزهای مختلف و قطرهای مختلف میزنه. با این دستگاه این تناب هم تناب سوده، تناب باشگاهیه که معروف دوستان ورزشکار هم. قسمت بعدی تو کارگاه ما بازم اینم دستگاه گیس بافه یا همون بریده 16 تایی تنابایه که تو ابزار فروشی ها برای ترانزیت دور کامیونا رو میبندن، چادر دوزی ها استفاده میکنن. قسمت بعدی تو کارگاه ما در اصل دستگاه یه تابندگی اونه که مرحله یکمونه نخها رو به هم میتابونه. بازم بستگی داره که چه تنابی خواسته باشیم تولید بکنیم. مرحله دوش همین نخهایی که تو مرحله 1 تابیده شده میاد روی این دستگاه 3 تا رشته‌شو که میبینید به هم تابیده میشه. بازم قطر نخو میبریم بالاتر. فعلا توی مرحله همش نخه که در نهایت با این دستگاه بسته‌بندی میشه. ما میگیم توپ شده ای. وقتی که این نخها آماده شد و تابیده شد و توپ شد تازه آماده میشه که بره رو دستگاه گیس بافی که تو مرحله قبل تو توضیح دادم تو اون دستگاه که این نخها وقتی که با دستگاه گیس باف بافته میشه تازه میاد میشه اینجور تناب بره دریا، بره لندیگرفا که همه فکر کنم کشف رفتید رو لندیگر بعد که ماشینتون میبردید اون و دیدید این تنابا رو. کل مجموعه ما کارمون تنابه 0 تا 3 تناب ابریشم.